سلام عزیزم. سلام. از کجا میای؟ از تبریز. به به به، چه شهر زیبایی، چه شهر زیبایی. تبریز. من خیلی تبریز رو دوست دارم. من خیلی دوست دارم یه روز بیام شهر شما مسافرم. انشالله. خیلی به استان ما خوش اومدی. ممنونم. اسم چی بود؟ زینب. زینب عزیز، ماشاءالله چه اسم قشنگی داری شما. زینب خانم، دوست داری از پلیس جایزه بگیری؟ بله. دوست داری؟ بله. خب من یه سوال ازت میپرسم. بله. درست جواب بدی یه جایزه بهت میدم. به نظر شما وقتی تو ماشین میشینی باید صندلی عقب بشینی یا صندلی جلو؟ عقب. آفرین. چرا؟ چون که اگه جلو بشینم، اگه بابا میگه ضعفش ترمزه، میخورم به جلو. خدا نکنه. ماشاءالله باشه، ماشاءالله باشه. خدا حفظش بکنه انشالله. خدا حفظش. بعد صندلی عقب میشینی کمربند میبندی یا نه؟ میبندم. حتما میبندی. تو خیلی دختر خوبی هستی. خیلی خوشحال شدم که زینب خانم من شما رو دیدم. این خدمت شما باشه. این جایزه از طرف پلیس راه اصفهان خدمت شما. افتخار میدیم ما یه عکس با هم دیگه بگیریم؟ میشه شما رو بغل کنم عکس بگیریم؟ مردان مأموریت سخت، مردان روز کارزار.